دوستان عزیز سلام. ما حالا در داخل بینای تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قرار داریم. به اینجا آمدیم تا اینکه در برنامه میآموزیم کارگردانی تئاتر آموزیم، چون میدانیم صحنه های این تئاتر کلا از دیگر تئاترها فرق میکند و میآموزیم که چی تفاوت دارد. شیرم با سری سنگو تو را یاد کنم، چون کب و غمهای خود فریاد کنم. کبکان همه جفتم اندر سری سنگ، من یارکی خود بویم فریاد کنم آی خام. بام 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 بام. انا بتو وا خوردم همینجا، وا خوردم بام 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 تریبوش بام بام. انا یک دیگر کدیم عشقی دختر تیره شد با جانم. کیست وای؟ این پریزاد یعنی میسره شطافی دلال. میسره شطا. نه این بای اون طرف میسره شطا اکنون به دست افتادی. همینجا بانگ میزدی جانی خود را با پایلو چی گدا یک جا کردنی؟ رها نیست وای اونجا با وای اونجا با این طرف با گاب نزد، این طرف با منم میسره الان گاب زد. اوه میسره سری شطا جیانی خود را با پایلو چی گدا یک جا کردنی؟ رها نیست اصلا. اون طرف یا همون طرف افتادی بانگ میزدی در هر جا. گویا که من و حاجی مشغول هستیم با اشورزی. باید گفت که تئاتر اپرا بالت یکی از تئاترهایی که چند تئاتری که کسبی که در جمهوری تاجیکستان داریم ما، یکی از فلاگمان گویم پرچم بردارو، یا یکی این یک حجتی گویم که تاجیکستان است و شهر دوشنبه هست، چرا که خود امارت گویم که تاریخی است و دیگری که هر یک مهمانی که به دوشنبه شهر بیاد و به تاجیکستان حتما به تئاتر ما مهمان می شود، نمایشنامه های ما را تماشا بکنند. در تئاتر اپرا بالت در رپرتوار آن قریب که تمام اثرهای جهانی در رپرتوار هستند، چی گویم که خارجی یا روسی یا زبان تاجیکی، هنرمندان این تئاتر با همون زبان اصل همون نمایشنامه را اجرا میکنند. اگر که اون اثر به زبان ایتالیایی باشد، همون اثر اپرا را به زبان ایتالیایی یعنی که اجرا میکنه، یا که به زبان روسی باشد به زبان روسی، اگر که اصلش به زبان تاجیکی باشد به زبان تاجیکی. اون فرقی، یا که فرانسوزی باشد فرانسوزی. برای همین هنرمندان، هنرپیشگان این تئاتر از دیگر تئاتر رو به همین فرق میکنه که امروز به زبان ایتالیایی باشه، فردا به زبان مادری، اگر که اثری اپرا یا اون اپرا یا که اپرتی تاجیکی روان. ای تو مرا بهار ناموز مباد، ای تو مرا عمر و یک روز مباد. عمری که مرا به تو خدا میبخشد، یک لحظه بود، یک ساعت بود، یک روز مباد. تصدق حوزی جنم باسیت شوم بای خان، بیا حالا خونه خدمت یک تا گوشم خبر مکن. ای خود مراجعت کردی دور خودت هم میخواهی یک نگاه شر داشت، پسلا رفتی یاد کردگی آخی شما نکاح کرده رفتی انا بد شر داشتی. اینا بسیار نازک، انا می حالت نازک بازی کردن در کن. تصدق حوزی جنم باسیت شوم ندار حالی دست کردی من دست تو بدور سر دادی من حاضر رفتی انا بعد را تصدقی فلان تصدقی حوزی انا بعد که بعد شر داشت. تصدقی حوزی جنم باسیت شوم بای خان، بیا حالا خونه خدمت یک تا گوشم
بیا این مونده انا وقتا وای شرم دنیا غرق شود هم مرغابی بغم چقدر کوهش کنید اما جون باز هم کم نه اینکه سخن راندن بلکه هم سرود خواندن، یعنی که سالیستا و وکالیستا ارتیستای اپرا این بیش از همه آواز، این آواز است که هم موسیقی ارکستر زنده این در یک چارچوبای معین گویم که اثر ایجاد شده است و هنرمندی گویم که اکتورهای این تئاتر یا که در این نقش و در دیگر نقش همون نقش می آفره هم باید که ارکستر را گوش کنند، دست دیریژور را بینند، هم فکر کرده توانند از نقش نبرند، هم کوشش کنند که از همون ضرب موسیقی نبرند و در همون گویم که چارچوبه اساسی که همون نوت نوشته شده از اون برآوردنش رو در کار می، یعنی که مسئولیت اینها آمادگی اینها، یعنی که قوه‌ای که ایجادی که آنها صرف میکنند زیاد است. اگر این تئاتری اپرا باشد رژیسور با در همبستگی با دیریژور همین اسپکتاکل با دیریژور همین نمایشنامه همکاری میکنن برای اینکه هر یک نقش آفر یا پرسنجی که در این یا اون مثال نمایشنامه بند هست و البته خاراکتر خود را دارد. تئاتر اپرا باشد آواز خود را دارد. مثال میگیم که نیرنگ های مایسره رو گیریم، اگر در نقش مایسره الکی آواز متسو سوپرانو میگیم ما اجرا میکند، این باید آواز متسو سوپرانو باشد. چوپان رو آواز تنر اجرا میکند، ملودوت رو آواز باریتون اجرا میکند، هاجران نیز همراه سودی آواز باریتونای پس اجرا میکنند، آواز آرخان که دختره که یاش است سپران اجرا میکند. این همش نازکی خود را دارد. اگر که در تئاترهای اکادمی گویم که با سخن بیشتر با سخن کار میکنند و بیشتر بالای متن کار میکنند، زیر متن نمیکنند، درست تلفظ کردن عباره ها یا که از روی همون obraz خاراکتر. در تئاتر اپرا پیش از همه هنگامی که کارگردان یک اثر را میگیرد کار میکند و با همراهی گویم که سر دیریژور که موافقه میکند که این یا اون گویم که نقش رو به کدام هنرمند دادنش در کار، آواز او گویم که اینجا گویم که تنر، سپران، باریتون است که کارگردان میخواهد که فرض کرده شماید در همون نقش اساسی گیرد. لیکن اینم باید که با من کارگردان با سردیریژور یعنی که موافقه کنم که آیا شما از عهده همون کدام لحن به نوشتگی کدام دیاپازون به نوشتگی همین اثر از عهدهش میبرید یا نه، گرچه دیگر که شما مهارتی خوبم داشته باشید، آوازی خوبم داشتید، آیا آواز شما موافقت میکند به همون گویم که نقشی که من به شما میخوام. حرکت های بیجان نیست، بسیار نازک، یک مدنیتی بلند کردی و حرکتش هست که حیات به آدم ها. بعضی آدم ها هستن که از پاشنه پا میگردن، بعضی هستن که اون من میگردن. هدایت ها نوگی پا کردی میگردن، نوگی پا.
ای جانان نبرد کاکولت کاکولت سنبول کاکولت سنبول داده باباندوی درک ایران شده دیوانه بلبل شده دیوانه بلبل باباندوی درک ایران شده دیوانه بلبل وای داده نکرده حرکتش کردی رقصاش کردی خیابین تو با من یک دم لبت گل کاکولت زنبول وای داده این الهیده تقسیم کرده بشود و بعدا آنها درس میگیرند یعنی که سپیفکا یعنی که از خود کردن انا همین مواد با همراه دیریژور اگر دیریژور بند باشد یا روبری بدهی که به واسطه برای که کار کردن با هنرمندان و کنسرت میستر که اینها از خود میکنند البته رژیسور هم باید اشتراک کند بعضی ها میگن که شرط نیست لیکن من کوشش میکنم که همیشه اشتراک کنم که گوش کنم که آیا درست بخوند یا نه اینا مشق میکنن انا بعدن که اینا آماده شدن و پارتیاشون رو یعنی که پارتی موسیقیشون که آریا های دویت و اینا میسپارند به ما از این چال میگذار انا بعد سر میشد چیتکا یعنی که خواندن با لیبرتا و کار کردن با رژیسور و پیش از آن رفتی کار اول و تحلیل آن و هر یک نقش تحلیل کردن و یعنی که درباره همون ابراز و گفتن و آماده شدن اینها پیش از آن رژیسور کار میکند در گویم که تالار مخصوص هنگامی که اینا کمو بیش آماده میشوند البته که پیوست میکنن هم چیتکا یعنی که خواندن و بالای متن کار کردن و زیر متن یافتن و یعنی که محکی زیرنا ابرازه با میگیم همون مروارد همون ابرازه یافتن و خاراکتر یافتن انا بعد رژیسور دعوت میکند دیریژور رو اون کسی که همین اثر رو همین اپرا یا اپرا دیریژور میکند یک جای تمرین گذاشته میشه یعنی که پیوست میشه خواندن درست خواندن و همون اجرا کردن یعنی که به طور ایتود کار بکنیم ما پارچه کار کرده ایستادن اونها رو آماده میکنیم تا به صحنه برآوردن شبم من قربان گاهی او چیلشی نمان من در گاهی او چیلشی نمان زی سوزی عمرکم ادا با
با ارکستر پیوست میکنه با اون. یعنی که این پروسس کار سیدیاچی نمیدونه. یعنی که ارکستر قهرمانو الکی образашула медонанд, нақшашула медонанд, суханҳоя медонанд, бо мусиқӣ шиносатанд, якҷоя гӯям ки солист ва колистҳоя бо оркестр пайваст мекунем. Мебинед ки дар худи ин театр 4 театр аст. Ин оркестри симфони, хор, балет ва сарояндаҳои опера, яъне ки ҳунармандон, артистон, вокалистон ино ҳастанд ки беашазава дар гирду атрофи инҳо ин сехо кор мекунанд, ин гурӯҳҳои эҷодӣ кор мекунанд. Ана баъдан агар ки дар ин опера хор бошад, режиссёр бо хорам бояд ҳатман кор кардаш дар кор. Яъне ки ҳамсарои хори академикӣ ҳастанд ки инҳам артистҳо ҳастанд ки инҳоам ҳамту буробада суруда мехонанд, инҳо дар нақш ҳастанд, ҳар кадомашон як нақши алоҳида дорад, ягар образи халқ бошад ё ин ки гурӯҳи ҳамсароиҳо бошад ки ҳар як чиз образ аст. онҳо бо онҳо режиссёр алоҳида кор мекунад. ё ин ки дар ҷое ки балетро истифода мебарем, мо дар бисёр асарҳои тоҷикӣ балета истифода мебарем. Инҳо алоҳида кор мекунанд, омода ки мешавад ҳар якшон. Ана баъд режиссёр бояд ки инҳоро пайваст кунад. То инҳоро пайваст кардан аввал бо актёрҳо ва оркестр, яъне ки мизансено, ҳар як ҷои амалиёт, ё ин ки дигар корҳо, инҳо ки актёрҳо ки тайёр шуданд, хорра пайваст мекунанд. бо ҳамроҳи инҳо мумкин ки рафти кор ва боз дигар гуниҳо пайдо мешавад. Инҳо ки омода шуданд, ана баъд балета пайваст мекунем ва ҳамин тавр ки инҳоро пайваст кардем, ҷамъ мекунем намоиша ва баъд ҳамун программаи асосӣ дигар чизҳо мегузарем. мо бояд ҳар як нақше ки меофарем бояд мо шабу рӯз бехоб бекашем, ҳамун нуқтаи охиронро ёбем ки тамошобин ба мо боварӣ ҳосил кунад. ва имрӯзҳо Шавкат Халилзода ки саррежиссёри театри давлатии академияи опера балет ба ҳисоб меравад, бисёр сахтгир ҳаст. тамоми ҳамин коргардонҳо сахтгир ҳастанд, лекин ҳамин коркунони санъат, овозхонҳо, режиссёрҳо ҳамашон девонаи кори худ ҳастанд. ба ин масъала барои он ки ба тариқи вайгояме фанатик мекунем мардумонро, барои он ки дар кори худаш содиқ буданд. ки ҳамун нигоҳ кунед ки ман нақши худро меофарам, коргардон 10 нафарро ҳар якташро нақшаша мефаҳмонад, чӣ хел баромад кардан, чӣ кор кардан. вақте ки вай асар тавлид мешавад, ин осон нест барои коргардон. вай бехобиҳо мекашад, барои он ки паго вақте ки дар саҳна баромад, агар ки тамошобин худро ин ё он асар наёвад, ин албатта айби коргардон мегӯям, барои он ки коргардон ба саҳна мегӯрад. با جانودی لپا جان، با جانودی با خدمتتون من تیار. اکا جانم پیش از سفر رفتم، وثیقه رو با نقدی 20 دیلا در مغازه امانتی سپریده بود. قاضی گرسوخته باشد رد میکند این عمل رو و مرا متهم میکند. لعنتی سرسام و سرگردانم، از رفت آمد بیزار شدم از جانم. لعنتی قاضی با قاضی گویم تیلا، او میگوید اول بازی تیلا. لعنتی قاضی سبولش تصدق جون محسوب جون جونم از قاضی رویانه تیلایم، با جانودی قاضی رو با گپ دراره گردمه. то гӯем ки бо ҳунармандон сар кардан, режиссёр ҳатман бояд пеш аз он ки бо ҳунармандон ё ки рола нақшҳоя тақсим карда додан дар кори партияҳоя, худаш омода шуданаш дар кор. яъне ки ин чӣ хел пеш аз ҳама
با مواد متریال شناس شدن در کار اونا تحلیل کردن در کار بعد همون اون چیزی که هر یک کارگردانی که میگیرد فکر و اندیشه خودش هست که برای چی این چیزا گرفت برای کی این چیزا بموند چگونه میبیند یعنی که معین کردن ژانر کدام طرز کدام اسلوب کده این چیزا بازی میکنند در کدام ژانر باید که اکتورها بازی کنند این چیزا آماده میکنند برای خودش که با موسیقی و با موسیقی شناس شدن با لیبرتو شناس شدن با تاریخی شناس شدن هر یک ابراز گویم که نقشه که هست تا همون اپیزودش باید که الکی کار کردن بر رژیسور آماده شده داشته برای این چیکار کنه کتاب های میخواید ما اگر چیزی تاریخی باشد تاریخ خوب دانستن در کار ابرازهایی که تاریخی باشد اون تاریخ اونا دانستن در کار یعنی که اون پرابلمی که در خود همین اثر هست و اون چیزها هست که با آن شناس شدن است در کار این که چقدر با تیار شده است رژیسور که همه طرفه هنرمندان بسیار ذکی هستند آنها درام میفهمند که این رژیسور آماده است برای کار یا آماده نیست برای که هر یک موسیقی هر یک چون که حرکت بیجا مثال که در تئاترهای اکادمی نخست اگر اکتور سخنش فراموش کرد می یک پاوزه پسیکولوژی میگیم پاوزه میتد حرکت کردنش ممکن یک فاصله میگذارد و اندیشه میکند بعد سخن با میگذارد ممکن که با فایده همون کار باشد لیکن اینجا با پاوزهای به منطق شدنش ممکن نیست چرا که مؤلف بسته‌کار کامپوزیتور نویسنده بودگی همیشه هست همونجا یک چنان این باید آماده باشد که هر یک قدم چون که هر یک گویم که قهرمان ساده برآمدن لیتماتیو خودش دارد موسیقی خودش دارد تمپریتم خودش دارد حرکت خودش دارد خصلت و رفتار خودش دارد همون یکی از در درون همین موسیقی هست همون چیز با ماهی رخسار خمارد من با ماهی رخسار خمارد من سر زنم یا به قدمان رژیسور تو ارکستر برآمدن زیر همون فورتپیانو با کنسرتمستر با اکتورها کار کرده ایستاده تیار آماده میکند و بعد دیریژور با میسپرد از اون بعد نگاه کرده که خب بعضا من با امکانات میتید دیریژور که من تو فکر و اندیشه ما گم بسیار مشکل این چیزا بعضی هنرمندا هستن که عجایب از نیمی گپ شما میفهمند البته خودشون حرکت میکنن اینو به خلال رسوندن در کار هنگامی که رای میفهمد و بسیار من دوست میدارم خیلی اکتور که میفهمد خودش که خلال رسوندن در کار اگر که اگه میزان سینی خوشو زیبا کرد قبول میکنم رد نمیکنم با شوکت خلیلوف هم آسان هست کار کردن هم وزنین است وزنین از سبب اون که سرطلب است به حد از خودش طلب میکنن از دیگر رو طلب میکنن و طرف آسانش ناس است که بسیاری وقت هنرمندایی که سابقه دارن الکی سبک و اسلوب خود را دارن از همون نقشی که میآفرن بسیار فکرهای خود رو میگن به خودی کارگردان و وقتی که معقول شد ما در همبستگی کار میکنیم الکی فکرهای ما رو که بینابت میگیرد این آسانی کار میشد به هنرمندم آسان میشد برای اینکه مثلا وای در یک اپیزودی که میگوید که این خیلی رفتار کردن در کار من میگم نه با فکرم این خیلی میشود و فکر میکنید و راضی میشد اینم آسانی کار میشد اینم به فایده کار است برای اینکه ما یک کار میکنیم مقصد ما مرام ما همین که تماشابین به تئاتر بیاد تماشابین از نمایشنامه که ما نشون میدیم حلاوت برد
موسیقی شیدا شدم من یعنی آی خانی تو را یعنی آی خانی تو را در خیالی آن پری رو آنجا حالا بعد از که لباس و این چیزها که شد حالا بعد سر میشد آرایشی صحنه که با پورگی دکورات شد کار تکنیکی بیرد یعنی که یکی از کار بسیار که من خودم نظر ببینم و این بسیار مشکل است همون محیط ساختن محیط نه که هر یک چیزی که در گرد و اطراف همین نمایش میشد او باید با هنرمند اکتور کمک کند یعنی باید که دکوراسیون رول باشد که خلال نرساند این هم یک جزئی همین سپکتاکل است که همچون اشتراکچی همین عملیات یعنی که همون محیط ساختن یا اینکه چراغ چنان ماندن در کار که اینم همطور روشنی کردن نیو این هر یک صحنه به صحنه از حالتی گویم که همون ابراز می یا که از همون معنای و مضمون و وقت و ساعت و این سری می این بگونی می این کای بگذارد اونا با همون یعنی که رسومی که خودشنیک پسویت ما میگه که رسومی که روشن میکرده این هر یک جزئیاتش دیده برد کدام رنگ ها گرمی خنک که همون محیط ساختن چون که اینم چراغبانی هم اینا کار کردن اینم بسیار اهمیت کلان دارد که همون هنرمند خودش در همون محیط حس کند. امانت رو آورده؟ آورده. بارکالله 20 کیلویی نه باز هم رویانه خوب شده است میسر خان. خیلی باشه. بیاس همه کارها در دوش کارگردانی همین نمایشنامه هست. من این چیز گفتم که در تئاتر هر یک تئاتر پروفسیونالی هست که از همون کار عادی سر کرده تا دکورات ساختن و سر برده این همش در دوش همون رژیسور تهیه‌گر است که پیش از همه خودش آماده باشد نسبت همین اثری که در سالن میماند او باید داند که برای چی با کدام خاطر بماند برای کی میماند و برای چی میماند چرا مخصوص همین اثر را میماند این هست وقتی که این سوال به خودش به جواب داد انا بعد از رو چیزی که در بالا من گفتم همون مناسبتی که خود رژیسور میشد که این معین کردن ژانر و کدام ژانر اینا پیشکش کردن Oryo da 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 hai pam pa la la dam pam pa la 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 شد قاضی کلام لا 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 شده